خداداد عزیزی یه سری خط و نشونه هم کشیده واسه باشگاه سپاهان. مثلا برگشته گفته که اگه تونستید کارت بازیشو بگیرید و این اتفاق اومده. رسیده بازی الدوحیل، یعنی سپاهان الدوحیل عملا آلوزو ندارن به خاطر اینکه کارت بازیش نرسید و این ماجرای پر از ابهام فسخ آلوز بعد ببینیم که در نهایت به کجا میرسه. به نظر من که میگم اگه قرار باشه، یعنی چیزی که معلومه، کمیته استیناف توی رأی پرونده علیرضا بیرانوند یه جاهای اغماضایی صورت گرفته، به خاطر اینکه اگر علیرضا بیرانوند محروم شد 4 ماه 27 میلیارد جریمه، عملا اون اغواگری تراکتور باید اثبات میشد. به خاطر اینکه یه سری از دیالوگ‌ها رو اگر کنار هم دیگه بذاریم، خود باشگاه تراکتور میدونسته که داره با این بازیکن از تیم قبلیش فسخ میکنه و میاد تراکتور و با آگاهی به این که اصلا بازیکن پرسپولیس قرارداد بستن، یعنی تراکتور رو باید بذاریم یه گوشه مثلث، سپاهان رو بذاریم یه گوشه دیگه با محوریت پرسپولیس، به خاطر اینکه این قصه از اونجا شروع شده.